به نام خداوندی بخشنده مهربان. معلومات مختصر درباره سوره کافرون. این سوره به این دلیل به کافرون نامگذاری شده است که درباره کافران سخن میگوید. خداوند در این سوره به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دستور می‌دهد بیزاری خود را از آیین بت پرستی آشکار کند و بگوید که به دین آنها گرایش پیدا نمی کند و به آنها سازش نخواهد کرد. سبب نازل شدن این سوره چیست؟ سبب نازل شدن این سوره این است که گروه از کافران پیشنهاد دادند که یک مدت آنها در دین اسلام درآیند و پیامبر یک مدت در دین آنها باشد. در اینجا سوره کافرون نازل شد و نظر اسلام درباره این پیشنهاد را بیان کرد. بنابراین سوره کافرون درباره ضرورت بیزاری پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از کافران می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو ای کافران، لا اعبد ما تعبدون، آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم، ولا انتم عابدون ما اعبد، و نه شما آنچه را من می پرستم می پرستید، ولا انا عابد ما عبدتم، و نه من هرگز آنچه را شما پرستش کرده اید می پرستم، ولا انتم عابدون ما اعبد، و نه شما آنچه را که من می پرستم پرستش می کنید. لکم دینکم ولی دین. حال که چنین است آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم.